درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجامقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 30. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره‌کنی و راهبری تعبیر می‌شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه‌ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می‌یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افینه صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتابی 4، بابی 1. وقتی که روز فرا رسید و قرارگاه دشمنان به نظر ناظران تماما خالی نمود، کوروش در حال پارس ها را به آنجا فرستاد. در اردوگاه دشمن رمه های گوسفند و گاو، عرابه های سیرشماری پر از هر گونه مال و کالا را پرتافته رفته بودند. از پی پارس ها ماد ها نیز با سرداری که اکثر به آنجا وارد گشتند. همه اشان در اردوگاه برای خود خوراک شام را تشکیل کردند. پس از طعام شام کوروش تکسیرخایش را جمع آورده گفت: جنگاوران، چقدر دسترنج‌های جنگی و غنیمت‌ها را از دست دادیم، در حالی که خودی خدایان آنها را به دستمان داده بودند. اکنون شما روشن می‌بینید که دشمنان از ما گریختند. اگر آنها که در قلعه بودند برای ترک نمودن آن تصمیم گرفته رو به گریز نهادند، پس کی جرأت کرده گفته می‌تواند که آنها در میدان کشاد به ما مقابلت کرده می‌توانند؟ اگر هنوز ما را نفهمیده جرأت نکردند که به مقابل ما در صحرا صف کشند، مگر اکنون به مغلوبیت دچار شده و از ما بدبختی های عظیم دیده ضدیت نشان داده می توانند؟ آخر اگر جنگاوران بهترین آنها به هلاکت رسیده باشند و آیا ترسانچک های زنده مانده اشان برای وارد شوی به جنگ ضد ما جانشان را در خطر می مانند؟ در اینجا کسی پرسید: پس چرا در این حالت و اگر امکان باشد هرچی زودتر ما به تعقیب دشمن شروع نمی کنیم، مادامی که فایده آن به این درجه روشن باشد؟ کوروش در جواب گفت: چون که به ما جنگاورانی سواره نمی رسد، زیرا جنگاورانی پرقوت دشمن که آنها را باید پیش از همه اسیر می گرفتیم یا به قتل می رسانیدیم، سواری اسب فرار نمودند. با مدد خدایان قوه امان برای به گریز آوردن آنها کافی بود، اما به آنها رسیده
ایشان را اسیر گرفته نمی توانستیم. پس گفتند آنها: چرا به نزد کیاکسر نمی روی و در این باره به او خبر نمی دهی؟ بیایید همه یک جایه می رویم، جواب داد کوروش، تا شاه ببیند که ما همه یک دلانه برای هدف یگانه تلاش داریم. بعد این سخنان فرماندهانی که کوروش را احاطه کرده بودند از دنبال او به نزد کیاکسر رهسپار گشتند. در آنجا فکر و ملاحظه های خود را بیان کردند که آن به نظر ایشان در رابطه به سببی که به نزد شاه آمده بودند مفید می نمود. کیاکسر تا اندازه ناراحت بود که خودی آنها در این باره سخنرانی را آغاز نمودند. بغیر از این احتمالاً وی نمی خواست که دوباره به خطر دچار شود، زیرا در آن حالت وی از شادمانی های استراحتی آسایشته لذت می برد و می دید که باقی مانده مادها نیز چنین طبعی خوش دارند. بنابراین گفت: ای کوروش، من از دیگران شنیدم و خودم نیز به این باوری دارم که شما پارس ها بیش از دیگران در سوی استفاده از هر گونه لذت ها کناره می جویید. به نظر خودی من حتی در حالت خوشنودی بزرگ اعتدال فایده بیشتر می آرد. کدام چیز به انسان از خوشبختی که اکنون نصیب ما گردیده است لذتی بیشتر بخشیده می تواند؟ اگر ما از خوشبختی که نصیبمان گردیده است لذت برده اکنون به حفظ آن عاقلانه شروع نماییم، احتمالاً حتی تا پیرانساری هم به خطرها دچار نگردیده خوشبختانه زندگی کرده می توانیم. اما اگر ما در جستجوی بی اندازه بخت و سعادت هر گونه چیزهای نو به نو را به دست آوریم، پس باید احتیاط کرد که با ما آنچه با بحر نوردهای زیاد رخ می دهد به سر ما نآید. از سفری بحری خوشبختانه سرگرم شده در وقتش به ساحل آمدن نمی خواهند و به هلاکت می رسند. عیناً همین طور آدمان زیاد غلبه به دست آورده از پی آن برای پیروزی نو باز به جنگ می شتابند و غلبه به دست آورده اشان را نیز از دست می دهند. اگر دشمنانی گریخته از ما کمتر می بودند، شاید در آن وضعیت آنها را بی ترس و هراس تعقیب می کردیم. اما در خاطر نگاه دار که ما بر قسمی کمترین سپاه دشمن پیروزی به دست آورده ایم، زیرا که جنگاوران باقی مانده دشمن در جنگ عموماً شرکت نورزیدند. اگر ما خودمان آنها را به جنگ مجبور نسازیم، آنها درباره قوه ما و سپاه خودشان بی خبر مانده بزدلانه از ما فرار خواهند کرد. اما اگر فهمند که حتی در وقت فرار کردنشان هم نظر به آن که در موقعشان باقی می ماندند به خطری نکمتر دچار می شوند، آنها را بی اختیار مردانی دلیر و شجاع می ساختیم. تو باید به نظر گیری که جهد و جدلت برای اسیر نمودن زنان و فرزندان دشمنان ما در مقایسه با قوه خواهش آنها بهر نجات دادن نزدیکانشان ذره بیشتر نیست. در برابری همین در خاطرت نگه دار که حتی خوک‌های وحشی به چشم شکارچی افتاده با وجود آنکه یک گله بزرگند با خوک بچه های خود گریخته می روند. اما هنگامی که یگان شکارچی خوک بچه را تعقیب می کند، خوک هرگز تنها باشد هم
گریخته نمی رود و به سوی کسی که بچه اش را از وی گرفتن می خواهد حمله می کند. امروزها دشمنانی که خودشان را در استحکام‌هایشان پنهان کرده اند به ما امکانیت دادند که شماره آن قسمی سپاهشان را که با آن جنگ کردن می خواستیم خودمان معین نماییم. اما هنگامی که به آنها در میدان کشاد دچار می آییم و آنها به گروه ها تقسیم شده به ما هجوم کرده می توانند، بعضی ها از پیش سپاهمان چنانی که نمکک آن را به جا آوردند، بعضی دیگرشان از قفای لشکر و بعضی دیگرشان از عقبگاه هجوم می کنند. پس هوشیار باش که هر کدامی ما به دستان و چشمان زیاد نیاز نداشته باشیم. و غیر از این، هنگامی می بینم که مادها چطور از استراحت آسایشته شادمانی می نمایند، خواهشی پیدا نمی شود که آنها را از نو به جنگ دعوت کرده حیاتشان را زیر خطر گذارم. کروش به کیاکسار در جواب گفت: اما برایت لازم نیست که مادها را زوراً به جنگ برخیزانی. و من تنها اشخاصی را بیده که خواهشی با من اختیاری به جنگ در آمدن را دارند و شاید ما برمی گردیم و برای تو و برای هر یک دوستانی در اینجا حاضر بوده ای تو چیزی را به دست آوریم که برای همه شما شادی می بخشد. ما قسم اساسی دشمن را تعقیب نمی کنیم و عموماً چطور آنها را دستگیر کرده می توانستیم. اما اگر ما به یگان قسم جدا مانده سپاه دشمن یا از قوه‌های اساسی عقب مانده آن رسیده گیریم، ما آنها را دستگیر کرده به نزدت خواهیم آورد. اینچنین در خاطرت گیر، گفت کروش. ما چون خواهش کردی که به نزدت بیاییم، راهی دور را طی کرده به یاری تو شتافتیم. تو عادلانه رفتار می کردی اگر در عوض آن به ما تشکر می گفتی که به خانه با دست خالی بر نگشته نگاه همان را تنها به خزینه تو روانه ساخته باشیم. آنگاه کیاکسار گفت: اگر کسی با خواهش خود از دنبالت رود، من حتی از تو منتدار خواهم بود. پس خواهش کرد کروش یکی از آدمانی نزدیکت را که از همه با اعتماد ترین است همراه من بفرست تا که قراری تو را به مادها رساند. هر کسی دلخواهت را از بین حاضرین بگیر، گفت کیاکسار. چنین اتفاق افتاد که در میان حاضرین همان مادی نیز بود که باری به کروش از خویش و تباری با او حرف زده از او بوسه گرفته بود. کروش او را دیده گفت: همین مرد برایم کافی است، بگذار از پی تو رود. تو باشی، قید کرد کیاکسار به مادی رو آورده، به همه بگو که هر کدامشان اختیاراً همراه کروش رفته می توانند. کروش شخص مادی را با خود گرفته بیرون برآمد. وقتی که آنها دورتر رفتند، کروش به او گفت: اکنون سنجیدن ممکن است که آیا گپت حق است که مرا دیده از تحت دل شادی خواهی کرد. من هیچگاه تو را ترک نمی کنم، گفت او، اگر همین مطلب را در نظر داشته باشی. آیا آماده ای که دیگران را نیز از پست بری؟ کروش پرسید.
مادی قسم خورده او را باور کنند. سوگند به نام زیوس من همه کارها را اجرا می کنم تا که از کردار من لذت بری. قاصدی که اکثر که به جانب مادها فرستاده شده بود با جد و جهدی بزرگ هر آن چیزی را که به او باور کرده شده بود به آنها رساند و از نام خودش نیز علاوه کرد که او هیچگاه این مرد عالی جناب و جسور و مهمتر از همه هر آن چیزی را که از جانب خود خدایان رخ می دهد ترک نمی کند. کتاب چهارم، باب دوم. در حالی که کوروش به چنین کارها مشغول بود گویا با الهام بخشی خدایان قاصدان از جانب گیرکنیان به نزد او آمدند. گیرکنیان با آشوریان سرحدی عمومی داشتند. مردم آنها از جهت شماره کم بود، بنابراین به آشوریان وابسته بودند. هنوز در خود آن روزها ایشان همچون سوارگردان عالی جناب شناخته شده و تا به امروز هم معروفند. از این سبب آشوریان آنها را همان طوری که سپرتنی ها سکیریت ها را به کار می بردند و نه در مهنت و زحمت و نه در خطرهای حربی به آنها امان نمی دادند به کار می بردند. و این دفعه هم آشوریان به گیرکنیان که شمارهشان تقریباً 1000 سواره بود فرمان دادند که در صف پیش باشند. در صورتی که اگر صف پیش تحت هجوم قرار گیرد وظیفه آنها از آن عبارت بود که هجوم را زده گردانند. گیرکنیان از بس که باید در صف از همه آخری سپاه از دنباله اشان می رفتند با فایتون ها و آیله هایشان حرکت می کردند، چرا که اکثریت خلقهای مقیم آسیا هنگامی به معرکه حربی برآمدنشان همه اعضایان عائله‌شان را با خود میبرند. این دفعه نیز گیرکنیان مثل بربرها به معرکه جنگی وارد گشتند. با یادآوری تمامی مصیبت‌هایی که آشوریان به آنها رسانده بودند، این چنین آنکه پیشوای آشوریان به هلاکت رسیده بود و خود آنها شکست خورده تمامی لشکری آشوریان را ترس و هراس فرا گرفت و آنکه هم پیمانهای آنها روحیه‌شان را از دست داده گریخته بودند، همه این را به نظر گرفته گیرکنیان تصمیم گرفتند که حالا برایشان فرصت موافق رسیده است که خواجگان خود را ترک کنند، به شرطی که اگر جنگاوران کوروش می‌خواستند که همراه گیرکنیان به آشوریان حمله آورند. با این مقصد آنها به نزد کوروش قاصدانشان را می‌فرستند. در واقع پس از جنگ نام کوروش الکی به اوج شهرت رسیده بود. شما گفتار 30 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.